در افغانستان خودم شکر الله در یک فامیل بزرگ شدیم که بسیار فامیل ما کلان بود، که 5 خواهر بودیم و 2 برادر، پدر جانم و مادر جانم بود. و در افغانستان من مکتب میرفتم، دیگه کورس میرفتم، به خاطر آمادگی کنکور میرفتم. بعض وقتا تفریح میرفتیم همراه فامیل، پارک میرفتیم. وقتی که من از افغانستان خارج شدم، روز بود که امروز روز خودم خانه بودم. وقت تلویزیون چالان کردیم، بسیار حالت ما خراب بود دیگه. امروز من زیاد گریه کرده بودم. وقتی که ما داخل میدان شدیم، به خاطر بسیار میدان حالتش خراب بود، ما از هم جدا شدیم. تقریبا من یک شب یک روز در موجه ماندم. بسیار حالتم خراب بود، نه او بود نه نان بود. که اموجه بود همراه یک فامیل من تیر شدم. موبایل که پیش ما بود موبایل خاموش بود. کاکای خوب بود که یک پاور بانک پیشش بود، برام تلفن داد. دوباره یک جای شدیم، باز گفت شما حال خو کنین، به صبح 7 بجه پروازتان است. در میدان هوایی قطر رسیدیم. پدرم که بود عملیات قلب شده بود. وقتی که در طیاره سفر کرده بود حالت پدرم خوب نبود. گفته در شفاخانه بستر بود. اول نشستیم در بلغاریا بود. بعد از او در واشنگتن آمدیم. یک ما در کمپ نیوجرسی بودیم. پدرم وضعیتش خراب شد. دوباره پدرم در کمپ نیوجرسی دوباره به شفاخانه انتقال داده شد و دوباره عملیات شد. با آماده سفر شدیم به مینیسوتا. وقتی که اینجا آمدیم یعنی ترگپا هیچ نبود، آرام بودیم، خود احساس راحتی میکردیم. به خاطر از این خوش هستم که آمدیم در اینجا، میتونم تحصیل میکنم، پیشرفت کنم و به آرزوهایم برسم.